خب سلام بر همه دوستان عزیزم. ما اومدیم با شبیه ساز سوپرمارکت با این مغازه نقلی شروع میکنیم، ولی واقعا به عجب هوای خوبیه. به 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 60 متر اینا باشه. خب چی میگه اینجا؟ که فروشگاه باید ابتدا جنس سفارش بدیم. یه دونه تخم مرغ چیه؟ این آرده، کنم آرد و یه دونه از این نمیدونم یه دونه مال توست. $100 بودجمونه. این سفارش بدیم. سفارش $5 و 20 سنت برامون موند. یه ذره دیگه بیشتر سفارش میدم، فکر کنم بریز. در کارتون ها باز کرده. همین دونه میچینیم. واقعا نونه توستش واقعا تازه‌ست. واقعا این چیه؟ آرده؟ شکر ده؟ پنیر پیتزا؟ چی؟ لحش بگم. خب اینم آشکاریه. خب اینم بذاریم این تو. خب اینا آرده. اینم آخرشه. اینم تخم مرغ. حالا یه چیز جالب داره اینجا، شما باید قیمت هم بذارید. اینا اول به نظام آشغالی. اینا قیمت چقدر؟ 99 سنت خریدیم، ما $3 میذاریم یا نه؟ $3 گرونه، حالا $2. خب آردر چند خریدیم؟ آردر $4 خریدیم، میزنیم $6. خب اینا چی؟ اینا نه مالا $4. خب تخم مرغ $2.50 سنت. خب مشتری کجا؟ آها این کلوز اوپن. خب حالا منتظر مشتری باشیم. خب اولین مشتری. سلام علیکم، خوش اومدید به فروشگاه. اون تخم مرغ هم تازه سا. اونا آره. بالا جناب. بالا جناب آدم خوبی. خب قابل دارم والا، مهمان باشه. قابل دارم نی والا. خب چقدر باید بدیم؟ یه 20 یه $20 دو خدمت شما به سلامت. اینم از این. قابل دارم نی یه $10 به سلامت. این تخم مرغ اونم تازه سا. تخم مرغ قابلم ندارم. به سلامت. سلام علیکم، خوش اومدید به فروشگاه ما. تخم مرغ نمیبرید؟ به سلامت. حالا این پارت اوله که ما قشنگ قفسه چینی میکنیم، جنسای بیشتر میاریم. سلام علیکم، خوش اومدید. به تخم مرغ واقعا تازه است. تخم مرغ قابل دارم. خب جناب $10 50. سلام. سلام علیکم، خوش اومدید. اون
تخم مرغامون هم تازه است، خیلی تازه است. آب مارم نی سلامت. اون $100 داد. دکمه قرمزی چیه؟ دکمه از چیه؟ دکمه قرمزی چیه؟ خبری داری؟ سلام علیکم، خوش اومدید. اون نونامون هم تازه است با اون تخم مرغا. آردمون هم واقعا همین 2 دقیقه پیش بارمون رسید. قابلم نداره. سلام علیکم. این تخم مرغامون هم خیلی تازه است. قابلم نداره. والا مهمون باشید. والا تعارف نمی کنم. والا دیگه تعارفی بغل. سلام علیکم. این معلوم ورزشگاه است. این کچل تاس جناب قابل دارم. سلام علیکم، خوش اومدید به فروشگاه ما. این آردامون واقعا تازه است. قابل هم دارم. سلام. سلام علیکم. این یا وزیره یا معاونه یا چیز دیگه. خانسا چنده؟ ساعت 10 دقیقه. سلام علیکم، خوش اومدید. این تخم مرغامون خیلی تازه است. قابلم نداره. خبری داری؟ چقدر بلد نیستم. 2 تا نیم 2 تا 6 تا تخم. اون تخم مرغامون هم تازه است. بردار رو به یه دونه کم نه 20 تا بردار. قابلم نداره. سلام علیکم. زیادت رفته بود. سلامت. همین جنس مشتری جانم بفرمایید. مرسی خریدی که قابلم نداره. سلامت. سلام علیکم. قابلم نداره.
کن. قابل دادم. داره شب میشه. من این لمپ ها رو روشن کنیم. عجب لمپ ها، عجب لامپ ها. به سلام علیکم. سلام علیکم. ساعت 7:30. چی میگه؟ جنس همون تام شد. به سرعت از این بیار اینم برمون خواهی اصلا من تک بود. آقا بزن که یک دو دقیقه سر اون عجل دادیم. جانم بفرم. اوه شو خبر مصرف روغن تو خیلی بالاست. قابلم نظر 30 سنت. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابوالفضل. سلام علیکم. دیگه کم کم مغازه رو ببندم ها. بس دیگه خانم برو میخوام مغازه رو ببندم. برو جانم. شما مصرف آردتون زیاده و نونبایی دارید. قابلم ندارم. خب دوستان عزیزم این هم ویدیو امروزمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینکه سابسکرایب و لایک و نظر یادتون نره. منتظر پارت بعدی باشید حتما. خدا نگهدار.